الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشحال هستم که در برنامه دیگر از سلسله برنامه‌های راهنمود سنت به خدمت شما عزیزان قرار دارم. الله تعالی را با این نعمتش سپاسگزار می باشم. بینندگان عزیز و گرامی، بحث ما پیرامون موضوع تبرک هست. در برنامه گذشته در مورد تبرک به رسول الله صلی الله علیه و سلم به طور مفصل صحبت کردیم. حالا می خواهیم در مورد تبرک صحابه به رسول الله صلی الله علیه و سلم و تبرک تابعین به رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از وفاتشان حتی صحبت بکنیم. البته این موضوع را بسیار کوتاه و فشرده دوست دارم که به خدمت بینندگان عزیز و گرامی بیان بکنم تا اینکه بحث ان شاء الله طویل نشود. در مورد اینکه ما میگوییم تبرک به رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از وفاتشان صورت گرفته، همانا منظور ما تبرک حسی هست، نه تبرک معنوی. تبرک معنوی به جای خود باقی است، تا روز قیامت هم وجود داره. منظور ما همان تبرک حسی، مثلا به کفشه های پیامبر صلی الله علیه و سلم، به لباس پیامبر علیه الصلاة و السلام و به همین ترتیب به موهای پیامبر علیه الصلاة و السلام یا اشیای دیگر که رسول الله صلی الله علیه و سلم از آن استفاده کردند، با آنها صحابه رضوان الله علیهم اجمعین و تابعین همچنان و بزرگان همچنان از آنها تبرک جستند و با آنها تبرک کردند. امام بخاری در صحیح خود در کتاب صحیح الجامع بابی را گذاشته. تحت عنوان باب را میخوانم که بینندگان عزیزی که خواسته باشند، معلومات خواسته باشند، مراجعه بکنن. حالا به طور کلی و به طور مجمل گفتم که صحابه و تابعین و بزرگان به آثار پیامبر بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع تبرک جستند، اما فقط با ذکر این باب از کتاب صحیح بخاری در این مورد اکتفا میکنم. امام بخاری بابی را در کتاب صحیح الجامع خود آورده، تحت این عنوان آورده: باب ما ذکر من درع النبی صلی الله علیه و سلم و عصاه و سیفه و قدحه و خاتمه و ما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته و من شعره و نعله و آنیته مما يتبرك اصحابه و غیرهم بعد وفاته. این بابی است که امام بخاری توضیح میدهم. این باب را امام بخاری رحمه الله در تحت چی عنوان آورده؟ بابی که میخواهد در این از آثار پیامبر علیه السلام، مثل عصای پیامبر، مثل شمشیر پیامبر، مثل گلاس یا لیوانی که پیامبر علیه السلام از او استفاده میکردند و مثل انگشتری که پیامبر علیه السلام داشتند در اینجا بیان بکنه و چگونه خلفا بعد از پیامبر علیه السلام، یعنی بعد از این که پیامبر فوت کردند، چگونه استفاده کردند و همچنان از موی پیامبر علیه السلام، از کفشه های مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم، از ظروفی که پیامبر علیه السلام استفاده کردند، چگونه اصحاب تبرک با آنها جستند و چگونه دیگران غیر از صحابه رضوان الله علیهم اجمعین به این آثار پیامبر علیه السلام تبرک جستند. هر کس که میخواهد در این مورد بیشتر معلومات پیدا بکند، میتواند که به این باب صحیح بخاری مراجعه بکند و در این مورد معلومات مفصل و معلومات دقیقی در این مورد برای خودش دریافت بکند. این در مورد این که صحابه رضوان الله علیهم اجمعین ثابت شد که آنها بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم همچنان به آثار پیامبر علیه السلام تبرک جستند و در واقع از آثار پیامبر علیه السلام استفاده کردند. اما نکته در اینجا قابل توجه است که بینندگان گرامی با آن توجه داشته باشند و آن این که امروزه در بعضی از مناطق مثلا میگویند اینجا موی مبارک پیامبر هست، اینجا جایی است که کفش پیامبر هست، اینجا خرقه مبارک هست، یعنی جایی است که
عبای پیامبر علیه السلام در اونجا بوده، یا به همین ترتیب موی پیامبر علیه السلام در اونجا هست. در کشورهای مختلف این وجود داره. آیا چون این چیزی صحیح است یا نیست؟ حتی در بعضی از مناطق این موی پیامبر علیه السلام یا آثار پیامبر علیه السلام را به همین ترتیب مثلا در نیمه شعبان بیرون میکنن برای طلب خیر و برکت کردن در داخل بازار، یا اینکه موی پیامبر یا یکی دیگر از آثار پیامبر علیه السلام را در 27 رمضان مثلا در بعضی از مناطق رواج هست که بیرون میکنند و تا اینکه برای مردم تبرک بجوین از آن. البته به این گونه ای که تبرکی که ما توضیح دادیم نه، بلکه تبرک بدعی، و این نوع خودش بدعته. این نوع که روزی را مشخص می کنند و بعدا این را داخل بازار موی پیامبر را بیرون می کنند و آن را می چرخانند، در واقع یک عده انسان‌های دکانداری هستند که از این طریق امرار معاش می کنند. اما این که آیا تا حال آثار پیامبر علیه السلام وجود داره یا نه، در این مورد می شود که به بعضی از مطالب اشاره کرد. اول اینکه قبل از اینکه به موضوع اصلی بپردازم اجازه دهید که بیان بکنم که با عرض تأسف عده‌ای که در واقع دین را برای خودشان وسیله امرار معاش قرار دادن و دین را در واقع وسیله به دست آوردن دنیا قرار دادن، برای مردم یک سری چیزها ساختند. اینجا از دروغ میگویند که موی پیامبر علیه السلام وجود داره، در حالی که وجود نداره. یعنی هیچ تاریخی ثابت نکرده و در هیچ کتاب تاریخی نیامده و در هیچ کتابی نیامده که در اینجا موی پیامبر علیه السلام وجود داشته باشه، یا خرقه پیامبر وجود داشته باشه، یا کفشه های مبارک پیامبر علیه السلام وجود داشته باشه، یا لباس پیامبر علیه السلام وجود داشته باشه، یا شمشیر پیامبر علیه السلام وجود داشته باشه. اینها هیچ کدام وجود نداره. اما عده‌ای که در واقع هدف آنها و مرام آنها به دست آوردن دنیا هست و میخواهند مردم بیچاره را به این ترتیب فریب بدهند، راهی برای امرار معاش خود قرار دادند تا اینکه مردم را جلب و جذب کنند، مردم را به طرف خود بکشند و از مردم پول بگیرند، جیب مردم را خالی بکنند و از جیب آنها و از پول آنها امرار معاش بکنند و زندگی خود را بگذرانند. که این انسان ها باید از خداوند متعال جل جلاله بترسند و برای مردم دین تراشی نکنند، برای مردم دروغ نگویند، برای مردم حقیقت را بگویند، آنچه که حقیقت است، و توکلشان بر الله سبحانه و تعالی باشد. بر بعضی یقین و باور کامل است که اینجا چیزی وجود ندارد، اینجا اثری از آثار پیامبر علیه السلام نیست، اما خودشان هم میدانند که دروغ میگویند. اما چون میدانند، چون برای آنها اطمینان شده، برای آنها اطمینان قلبی پیدا شده که اگر این در را ببندن رزق و روزی بر روی آنها قطع میشه، نعوذ بالله، در حالی که خالق و رازق الله سبحانه و تعالی است. ای بنده خدا، ای کسی که برای مردم دین میتراشی، از خدا بترس، دست بردار، برای مردم دروغ نگو. از دروغ نگو که اینجا مثلا اثری از آثار پیامبر علیه السلام هست. ما بعضی از دلایلی به خدمت بینندگان عزیز و گرامی بیان میکنیم که در واقع نشانگر این است که بعضی از آثار رسول الله صلی الله علیه و سلم باقی نمانده. دروغ میگویند بعضی که برای مردم نسبت میدهند که بله اینجا اثری از آثار پیامبر هست و نسبت به پیامبر علیه السلام داده میشه و دروغ به خورد مردم میدهند. مثلا آنچه که در روایات ثابت شده در مورد انگشتر پیامبر علیه السلام و در مورد خاتم یا همان انگشتر رسول الله صلی الله علیه و سلم که نابود شده، باقی نمانده. در این مورد ما روایتی داریم در صحیح بخاری. در صحیح بخاری روایتی داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم دارای انگشتری بودند. این انگشتر پیامبر علیه السلام رسید به ابوبکر صدیق و رسید به عمر فاروق رضی الله عنهما، تا این که رسید به عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه، داماد پیامبر و خلیفه سوم اسلام و امیر مؤمنان، تا اینکه روزی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه در
کنار چای یا در سر چای به نام چای عریس استاد بودند و این انگشتر را از دست خود کشیده بودند و با او نگاه می کردند و این دست می گذاشتن و این دست می گذاشتن. یک بار از دست حضرت عثمان افتاد داخل چای عریس. وقتی داخل چا افتاد، حضرت عثمان رضی الله عنه کوشش کردند که دوباره این انگشتر را به دست بیاورند. هر چی چا را کندن، هر چی که چا را تخلیه کردن، انگشتر ناپدید شد. این انگشتر رسول الله صلی الله علیه و سلم بود که در اینجا در داخل چای عریس افتاد و دیگر کسی نتوانست آن را پیدا بکنه. این از انگشتر پیامبر علیه السلام. اگر شما در جای شنیدید که برای شما گفتن که در اینجا مکانی است که انگشتر پیامبر علیه السلام وجود داره، بفهمید که دروغ میگویند. چرا که انگشتر پیامبر علیه السلام نابود شده. انگشتر پیامبر علیه السلام ناپدید شد در داخل چای عریس. این روایتی که به خدمت عزیزان مفهومش را بیان کردم در صحیح بخاری آمده. در صحیح بخاری روایت شماره 5879. و همچنین ما آنچی را که از کتب تاریخ و بعضی از کتب دیگر دانسته ایم این است که عبا و عصای رسول الله صلی الله علیه و سلم نیز نابود شده. عبای پیامبر صلی الله علیه و سلم و عصای پیامبر علیه السلام در آخر خلافت عباسی توسط تاتار وقتی که بغداد با آتش کشیده شد، عبا و عصای پیامبر علیه السلام سوخت و نابود شد و از بین رفت توسط سوختن بغداد توسط تاتار. این موضوع در کتاب آثار النبویه صفحه 27 و 28 مفصل در موردش توضیح داده شده که بینندگان عزیز می توانند به این کتاب مراجعه بکنند و این موضوعات را از نزدیک خودشان نیز مشاهده بکنند. و همچنین بعضی از کسانی که اثری از آثار رسول الله صلی الله علیه و سلم در نزدش بوده وصیت کرده که بعد از مرگم آن را، مثلا در مورد لباس پیامبر، در مورد پوشیدگی پیامبر علیه السلام، در مورد بعضی از لباسهای پیامبر علیه السلام، این گونه آمده که بعضی از کسانی که در نزد آنها لباس پیامبر صلی الله علیه و سلم بوده، آنها وصیت کردند که بعد از آن که ما فوت کردیم این لباس را برای ما کفن بسازید و همراه این لباس ما را دفن کنید. چنانچه حدیثی که در برنامه‌های قبل به خدمت بینندگان عزیز بیان کردم، حدیث سهل ابن سعد ساعدی که در صحیح بخاری آمده، حدیث شماره 1277 که همان شخص لباس پیامبر علیه السلام را گرفت و بعد صحابه برایش گفتند که ای کاش لباس را نمی گرفتی. پیامبر علیه السلام خودشان به این لباس نیاز داشتند. این گفت که نه، من این لباس را گرفتم تا اینکه بعد از این که فوت کردم مرا با این لباس دفن بکنن و این لباس کفنی برای من شود. بنابراین بعضا کسانی که اثری از آثار پیامبر علیه السلام به نزدشان بوده وصیت کردند به این که با اونها دفن بکنن یا اینکه در لباس بوده، اگر لباس بوده با اونها کفن بسازن، یا اینکه در بعضی از موارد که اشخاصی که در نزد آنها اثری از آثار پیامبر مثل موی پیامبر علیه السلام بوده وصیت کردند که موی پیامبر را همراه ما دفن کنید، همراه ما موی پیامبر علیه السلام را بگذارید. چنانچه این موضوع هم در کتاب آثار النبویه آمده، صفحه 82 تا صفحه 84 این موضوع مفصل در اونجا بیان شده که هر کس میخواد بیشتر در این مورد معلومات پیدا بکند مراجعه بکند به این کتاب. خب بینندگان عزیز و گرامی، بحث تبرک به پیامبر علیه السلام در اینجا تمام میشه و اجازه دهید که بحث دیگر که در مورد تبرک به صالحین هست، تبرک به انسانهای نیکوکار هست، به خدمت شما عزیزان بعد از میان برنامه قسمتی از آن را بیان بکنم. با همدیگر میان برنامه میگیریم و انشاءالله بعد از میان برنامه به خدمت شما عزیزان خواهم بود.
وصال حق گامی در راستای بیداری. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، بله، بحث ما قبل از میان برنامه در مورد تبرک به رسول الله صلی الله علیه و سلم بود و بحث را تمام کردیم. حالا اجازه دهید که در مورد تبرک به صالحین مطالبی را به خدمت بینندگان عزیز بیان بکنیم. اولا باید بدانید که تبرک به صالحین به چی معناست؟ به این معنای که انسان تبرک به صالحین یا برکت جستن از آنها و طلب برکت و طلب خیر این است که انسان از علم و دانش آنها استفاده بکنه. این در واقع اولین نوع و اولین قسم از اقسامی است که انسان میتواند از صالحین در واقع تبرک بکنه و طلب خیر بکنه. چی؟ موضوع این که از علم و دانش آنها استفاده بکنه. علم و دانشی که خداوند متعال جل جلاله به اونها داده، انسان اونها را بگیرد و از علم و دانش آنها استفاده بکند. این نوع تبرک به صالحین هست. و نوع دیگر این که انسان به موعظه ها و پنده ها و نصیحت های صالحین گوش فرا بده، متوجه پنده ها و نصیحت های آنها باشه و آن را برای خود در واقع معیار زندگی قرار بده و از آن استفاده بکنه. این هم نوع تبرک هست. و همچنین این که انسان نفع و فایده از دعای انسانهای صالح بگیره. انسان صالحی هست، شما از او طلب دعا میکنیم، برایش میگیم برای ما دعا بکن، این بسیار خوب است. از دعای او استفاده کردن و نفع بردن از دعا، در واقع این هم نوع تبرک است. این هم نوع تبرک و طلب خیر کردن است که الله سبحانه و تعالی در دعای این مرد صالح و در دعا و در علم و دانش این مرد صالح و در همنشینی با این مرد صالح قرار داده. همنشینی کردن با فرد صالح، با فرد نیکوکار خیلی خوب است. الله سبحانه و تعالی در مورد این که انسان با انسانهای خوب بنشیند و با اونها نشست و برخاست داشته باشد، الله جل جلاله میفرماید واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. در سوره مبارکه کهف آیت 28 الله سبحانه و تعالی می‌فرماید با کسانی باش که آنها صبحگاهان و شامگاهان خدای خود را میپرستند و یدعون ربهم و پروردگارشان را به کمک و یاری میطلبند و تنها رضای الله را میطلبند، تنها رضایت الله را میخواهند. یریدون وجهه ولا تعد عیناک عنهم ترید زینة الحیاة الدنیا. و از کسانی که آنها در واقع به دنبال دنیا هستند، به دنبال زینت دنیا هستند، به دنبال حیات دنیوی هستند، چشمانت را به دنبال آنها نگردان و متوجه آنها نباش، بلکه با کسانی هم نشین باش، با کسانی باش که آنها اللهشان را و پروردگارشان را صبحگاهان و شامگاهان یاد میکنند و از الله سبحانه و تعالی میخواهند و فریاد میکنند فقط الله را، نه بتها را، نه انسانها را، نه غیر الله را. و بعد الله سبحانه و تعالی میفرماید ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا. و از کسی که قلب این انسان در واقع ما دلش را و قلبش را از ذکر و یاد خود غافل کرده ایم، از او پیروی نکن. و تبع هوا، این انسان از دنبال در واقع آرزوها و خواهشات نفسانی خود هست، به دنبال خواهشات و نفسانی هست، به دنبال آرزوها هست، نه به دنبال حقیقت. و بعد الله میفرماید و کان امره فرطا. این انسان همیشه تمام کاروبارش با افراط و تفرید بوده و این انسان کارهایش با افراط و تفرید پیش میره. یعنی چی؟ آنچه که ما از این آیه مبارکه در واقع برداشت میکنیم این است که خداوند متعال میفرماید واصبر نفسک مع الذین، کسانی باش، با کسانی باش که آنها صالح هستند، نیک هستند. انسان خوب است که با انسانهای صالح بنشیند، از سخن آنها استفاده کند، از علم ایشان استفاده کند، از اخلاق ایشان استفاده کند، از تمام برخوردشان استفاده بکند. و همچنین رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را دستور میدهند و در واقع تشویق میکنند بر این که ما به دنبال رفیق صالح باشیم، به دنبال همنشین صالح باشیم.
پیامبر علیه السلام میفرمایند مثل رفیق خوب و همنشین خوب مانند کسی است که مشک میفروشد، عطر میفروشد. وقتی تو بروی پیشش، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند یا ای که تو از او چیزی را میگیری، یعنی عطر را میگیری، و یا این که از او استفاده میکنی، از عطرش استفاده میکنی یا عطرش را میخری، و یا این که بوی عطر به مشام تو میرسد و از بوی خوش این عطر استفاده میکنی. این انسان صالح است، انسان نیکوکار است، انسانی که در واقع خداوند جل جلاله برای او برکت داده، برای او خیر داده. خداوند جل جلاله در علم ای و در واقع همان نشستن با او خیر و برکت را خداوند متعال داده، چون که انسان از وجود او استفاده می کند، از علم او استفاده می کند. این نوع تبرک شرعی هست که انسان از انسانهای صالح با علم آنها و دعای آنها استفاده بکند. کار خوبی هست. و در ادامه پیامبر علیه السلام می‌فرمایند مثل رفیق بد مانند آهنگر است. وقتی که آهنگر آهن را میدمه یا این که ذرات آتش به لباس تو مینشینه و لباس تو خراب میکنه، میسوزانه، و یا این که بوی بد نابودی و از بین رفتن آهن به مشام تو میرسه، تو را اذیت میکنه. پس انسان خوب، رفیق خوب مانند عطر فروش است که انسان به هر صورت از او در واقع استفاده میکند، چی آن را بخرد، چی عطر فروش چیزی برای او بدهد و چی هم ندهد، از بوی عطرش استفاده میکند. برخلاف آهنگر که این گونه نیست. این حدیث در صحیح بخاری آمده که پیامبر علیه السلام همچون مثال میزنند. صحیح بخاری حدیث شماره 5534. اما بحث دیگری در اینجا مطرح میشه و آن این که آیا میشود به آثار صالحین همچنان که با آثار رسول الله صلی الله علیه و سلم تبرک جسته میشود قیاس کرد و به آثار صالحین و به وجود صالحین و به جسم صالحین همچنان که به ذات پیامبر و جسم پیامبر علیه السلام و به آثار پیامبر تبرک جسته میشد، آیا به صالحین هم همچون چیزی امکان دارد یا نه؟ که متاسفانه وقت برای ما اجازه نمیدهد که به این موضوع بپردازیم. ان شاء الله در برنامه بعد این موضوع را به خدمت بینندگان عزیز بیان خواهم نمود. تا برنامه بعد و دیدار بعد همه شما را به الله پاک میسپارم. الله سبحانه و تعالی یار و مددگار همه من و شما باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.